چیز. بچه بالاخره بعد از تلاش های زیاد و ساعت ها گشتن یه دونه ویلیج پیدا کردم. یعنی اینقدر گشتم نگید. اینونتوریم هم اینقدر پر شده. 41 آیرون از همون قاره که رفتم پیدا کردم دیگه. این چوبارم وسط راه پیدا کردم. باورتون نمیشه اصلا یه جور بدی اصلا چی لوت پیدا کردم. ویلیج پیدا نمیشد. الان من اینا رو میذارم اینجا. اینو لازم دارم. اینا رو میذاریم اینجا. 41 دستم بمونه. اینا رو بذاریم اینجا. خیلی نه این اینونتوریم باشه. اینم ترایدنت تا تونستم گیر بیارم. اصلا یه وضعی بود خیلی سخت بودا. اینو بذاریم اینجا. غذا دستانه. اینم از وضعیت آرموران. بالاخره تونستم یه ویلیج پیدا کنم برای ترید اینچنت، وگرنه دایموند رو میریم پیدا میکنیم. خب الان یه ویلیج بزرگ داریم، اون ورش میتونیم یه بیس بسازیم. حالا باید این ویلیجرها رو همشون رو ببریم یه جا بذاریم. خب اول از همه ما نیاز به چند تا چوب داریم که اینجا هست. بایام جانگله. ببینید یعنی اینجا تقریبا میشه گفت ویلیج جانگله. نیش تقریبا یعنی اگه یه دونه از ویلیجرها این ور چیز بشه میشه ویلیجر جانگل. و خدایی خیلی سخت بود پیدا کردن ویلیج که واقعا پاره شدم. لایکو بزن چون خیلی اصلا گردنم درد گرفت تونستم این ویلیج رو پیدا کنم. بفرما یه چوب دیگه هم پیدا کردم. تقریبا همه نوچوبای بازی رو پیدا کردیم این وسط. دوستان اسکین نمیدونم باز میخوره اصلا چیز میشه لود نمیشه، ولی نگران نباشید دوباره اسکینم میذارم.